قهوه‌ای ریختم روش قهوه‌ای ریختم قهوه 5-6 بود 6 ریختم. استرس تو اینه که رنگ باز نکنه. استرس هم چون عروسی پسرشه. آره من برای عروسی پسرم یه چیزی خوب قشنگ در بیاد. من میگم نگران نباشین. شما رنگ روشن رو بذارین. چون وقت یک دست ما مراسمتون چیه؟ پس فردا. مراسمتون پس فردا. سه‌شنبه. معمولا رنگ مو رو اینجوری میذارن که شما یک هفته قبل از مراسم، حتی عروس هم همین کار میکنن، یک هفته قبل رنگ رو میذارن که اگه 1% پسند نشد ترجیحاً رفت دیگه مثلا خیلی شستشو نمیکنه. شما این کار نکردین، شما گذاشتین لحظه آخر. استرسش رو باید به جون بخرین. پیشنهادی که الان دارم براتون اینه که اصلا نگران نباشید. یک. دو اینکه رنگی که بهتون دادیم رنگ روشن کننده موها رو روشن میکنه و شما باید خدا رو شکر کنید که یه رنگی باشه هم سپیدیا رو بگیره، هم زردی بگیره، هم نارنجی بگیره، هم دکلرات رو یک دست بکنه، هم کلن همه مواد اوکی بشه. خب بعد موها یعنی تک رنگ میشه دیگه، توشون لایت و اینا نشون نه لایت نشون داده میشه. میشه. ما با این رنگ روشنی که بهتون دادیم داریم چیکار میکنیم؟ هم داریم موهاتون رو 2 پرده روشن میکنیم، لایتاتون هم روشن میشه، یکم زمینه موهاتون هم روشن میشه و هم داریم یه رنگی میریزیم که اون مرز تیرگی و با لایت بودن رو بهت نشون بده. که رنگای مثل اسپرسو رنگای خیلی خوبیه. کدوم میشه اسپرسو اینجا؟ اسپرسو چیزی که من برای شما مد نظرمه یه همچین توناژیه. حالا یعنی رو کاتالوگ میگن خیلی خوش رنگ هستین. خیلی خوش رنگه. بر من اینطوری شد. من که اون رنگ نشونم دادم خیلی خوشم. 1% هم رنگ موهاتون خراب شد تشریف میارین سریع درستش میکنین دیگه. کارشون. شما چند سال مشتری مایین؟ چرا؟ چند سال؟ خیلی ساله. فکر میکنم 10 سال باشه. بله چون ما اومدیم اینجا ساری پریسا تازه دانشجو شده بود اینجا. درسته؟ بله 11 سالی میشه. حالا یه چیز صادقانه بهتون بگم، من الان 2 سال دیگه مشاوره و اینجور چیزا ندارم، یعنی اصلا به هیچ کسی کلا همش تو تدریس و آموزش اینا. اینم چون تشریف آوردین گفتم که یه مشاوره خوبی بهتون بدم. بهتون قول میدم موهاتون خیلی خوش رنگ میشه. و اگه یه مشتری مثل چیز خواهر من داشته باشین که دیگه اعصابتون به هم میریزه. من هیچ وقت اومدم اذیت نکردم. من این دفعه بهت دارم چی میگم عروسیه. من لباس اونقدری که برا من موه